زکات مال را به کی باید داد؟ این هم در آیت 60 سوره توبه هست. انما الصدقات للفقراء و المساکین گفته آمدگی هست. اما پیش از این باید بدانیم که به پدر و مادرت محتاج باشد هم زکات نمیدی. یعنی زکات حق محتاجان است. آنهایی که غم بغل هستند، محتاج، نیاز به پول دارند که آنها معلوم میشوند در همه جا. زکات به بایها ما زکات نمیدیم، اونایی که شرایط خوب دارد زکات نمیدیم. و این چنین زکات حق اسیران است، یا گفتیم برادران در زندان است که برای خارج شدن به آنها نیاز دارند، یا اینکه عموما در زندانن، یا اینکه آنهایی که در راه ماندن برای رسیدن به منزل پول ندارن. زکات حق اینها هست. مثلا پیشتر به آنهایی که زکات جمع کردن حق آنها هم بود که در قرآن والعاملین علیه آمدگی است. اما الان میدونیم که دولت که اسلامی نیست مخصوص زکات جمع کننده ها وجود ندارند در بین ما. یا اینکه پیشتر آنهایی که نه به اسلام گرویده بودن به آنها هم زکات میدادن که الان آنها هم وجود ندارند و حضرت عمر الکی اینها نیستن گفته به آنها زکات جدا نمیکردن. در ما ابن سبیل مجاهدین هستند که به مجاهدین چه خیلی میرسونیم این رو هم نمیدونیم. اساسا به محتاجان است. حاضر آدم های غارمین قرضدار است. شما به یک آدم قرضدار میتوانید زکات دهید، به یک آدم محتاج که میدونید این نیازمند است زکات میدهید، به یک آدمی که در راه مانده است و برای رسیدن به او پول در کار است زکات میدهید. اما پدر و مادرتان محتاج باشد، دخترتان محتاج باشد، پسر محتاج باشد، نبیره محتاج باشد، به اینها زکات داده نمی شود. یعنی زکات را به شخصانی که ما به آنها کمک کردنمون حتمی است، مثل پدر، مادر، بابا، بیبی، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ، نبیره و فرزندها دادن ممکن نیست. این چونین شوهر به زنش دادنش ممکن نیست. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه که بنده این رو راجح میگویم، زن هم به شوهرش زکاتش رو دادن ممکن نیست که در یک خانه هستند و فرزندان خودشان میخورند. یک حله هست. یا اینکه مثلا خوشتامن، یا اینکه خسور به کرین خود به داماد میدهند و باز آنها در یک خانه فرزندها قطع میخورند. این یک حله هست، مگر به جای دیگر اگر صرف کردن، یعنی آنها یک زندگی دیگر داشتن. پس عزیزان، و پدر و مادر خود زکات هم رو داده نمیتوانم. به فرزندان خود، به نبیره های خود، زن به شوهر و شوهر به زن نمیتواند. اما خواهر و برادری که زندگیش از شما دور است و محتاج است، جان هایی که محتاج هستند، زکات رو به خویش و تبار خود اگر محتاج باشند، به شرط اون که خیلی گفتم پدر مادر و فرزند نباشند دادید، با ثوابش زیادتر است که همسیله رحم است در حدیث آمده است. اما نه، من زکاتم رو به پسر خودم میدیم که استودنت است، یا گفتیم دانشجو هست، به دختر خودم میدیم که یتیم دارد، این گونه نمی شود. زکات به اتفاق تمام علما به آنهایی که تو کمکت حتمی است دادن